سلام علیکم. شوکت محمد هستم. طول این چند دقیقه برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیم شما می کنم. سرخط خبرها: پیوندان روزنامه‌نگار حمیرا بختیار را حکومت تاجیکستان فشار می آورد تا او را مائل به بازگشت کنند. سازمان ملل متحد می خواهد مسئله زود ناپدید شوی و ربوده شدن آدمان در تاجیکستان را بررسی کند. وزارت معارف روسیه برای کار در مکتب‌های میانه تاجیکستان آزمون اعلان کرد. معاش $1200. جای زیست و قسمی از معاش را حکومت تاجیکستان تأمین می کند. پیوندان روزنامه‌نگار حمیرا بختیار را حکومت تاجیکستان فشار می آورد تا او را مائل به بازگشت کنند. مقامات امنیتی و نظامی تاجیکستان بالای خانواده روزنامه‌نگار حمیرا بختیار فشار می آورند تا او از فعالیت کسبیش دست کشیده به وطن برگردد. با پدرش که همچون معلم کار می کند تهدید کردند که در صورت برنگشتن حمیرا خود او را زندان خواهند کرد. هارلم دزیر، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، روز 27 ایون از مقامات تاجیکستان خواست گزارش‌ها را درباره تهدید شدن اعضای خانواده خبرنگاری تاجیک حمیرا بختیار تحقیق کنند. هارلم دزیر گفته است: من از خبرها درباره فشار به عائله حمیرا نگران هستم. او خبرنگار شجاع است و پیوسته در کار نهاد ما درباره امنیت زنان ژورنالیست اشتراک می‌کند. خبرنگاران و اعضای خانواده آنها برای انجام کار خود نباید زیر ترس و تعقیب قرار گیرند. من از حکومت دعوت می‌کنم که این خبرها را پر تحقیق کند و امنیت حمیرا و اعضای عائله او را تأمین نماید. حمیرا بختیار سال 2016 پس از فشارهای مقامات کشور را ترک کرده است و فعلا در اروپا زندگی می کند. ما در این باره با خود حمیرا بختیار در تماس شده اصل قضیه را از خود او پرسان شدیم. من از حمیرا پرسیدم که به نظرتان چی باعث شده تا مقامات تصمیم گیرند شما را برگردانند؟ من فکر میکنم که تلاش رسانیدن صدای خود و عموما تاجیکان و جامعه بین المللی سببی به خشم آمدن مقامات است. زیرا پرونده که علیه من باز کردن ماده 307 بوده است، ولی من نمیدانم بندی چندمش و در شرح آن پلیس جستجویی منطقه سینا ای پایتخت در یک صحبت تلفنی برایم گفت که پرونده جنایی با ابتکار کمیته امنیت ملی تاجیکستان گشوده شده است. وقتی پرسیدم که در چه اساس و کی پرونده باز شده است، پلیس که خود را بهروز معرفی کرد گفت که 5 دکبر سال 2018 و نخود که شما آگاه نباشید، ما خانواده شما را آگاه کردیم که باید شما را آگاه میکردن. من گفتم آخه این خیلی قضیه رسمی، باید مرا آگاه کنید، یعنی خانواده من اینجا چی خبر دارن، من نابالغ نیستم. یک چیز رو فراموش نکنم که این پلیسی که خود رو بهروز معرفی کرد با اصرار می گفت که تو رو رئیس جمهور عفو کرده است و باید برگردی. بعد گفتم که من اگر جنایت کرده باشم چرا عفو میکنند و اگر عفو کردن چرا من باید برگردم. بعد گفت که وگرنه ما نامد رو به اینترپول میدیم. گفتم بگذار بدهید، ولی این رو هم نباید فراموش کنید که وقتی که ما در اینجا آزاد میگردیم و در همایش‌های رسمی و بین المللی شرکت میکنیم، پس این معنی اینا دارد که حکومت‌های اروپا که ما رو همین خیلی به قبل دعوت نمیکنند، جایگاه نمیدهند، حتما سنجیده و به خلاصه رسیدند که هیچ خلافکاری در فعالیت ما تاجیکان وجود ندارد. از حمیرا درباره حالت روانی پیوندانش پرسیدم. جواب روزنامه‌نگار این چنین بود: ببینید، وقتی که به یک آدم اگر زخمی یا چی روانی باشه چی جسمانی، وقتی که به این فشار رو آوردن میگیری، حتما آدم هم بدنش هم ذهنش مقابلت نشان دادن میخواهد. اگر دفعه‌های اول پدرم خیلی سخت میترسیدند و به حتی با من با عصبانی صحبت میکردند که من باعث این فشارهای روانی آنها شده ام و طلب میکردند که برگردم، چون پلیس یا امنیت وعده داده است که با من چیزی نمیکنند.
من تلاش میکردم آرامانه صحبت کنم و حتی فهمانم که این حالت بالای اکثر خانواده ها هست، دستی من هم نیست و اونجا برگشتنی من هم منطقی نیست. فقط اون کس با اشاره به قبل به خواهش یا اینکه فرمانی مقامات میگفتن که این صحبت و خبرها نباید رسانه‌ای شود. ولی دیرتر وقتی با پدرم صحبت میکردم، البته کوشش میکردم فهمونم که یعنی شهروندی تاجیکستان بودن حتی به عنوان کسی نباشد، چی معلم یا اینکه چی کارمندی مقامات، به این معنا نیست که فقط یک گروه حق دارد سوال گذاری کند و دیگر گروه متهم باشند جواب گویند فقط. و همین خیلی صحبت ها میکردیم آهسته آهسته و دیگر پدرم به نظرم یک کم تلاش میکنند وقتای آخر که یعنی مقاومت نشان دهند برای آنها و یا حداقل برایشان رسانند که نمیترسند یا اینکه اونها هم اون کس هم سوالهای دارند و مانند همین دیگه. من از همیرا بختیار پرسیدم که فشارها بالای فعالان مخالفان اکثر وقت برای حکومت نتیجه منفی میدهد و برای ریتینگ حکومت در سطح بین الملل تأثیر منفی میرساند، اما مقامات از این کارشان دست بردار نیستند. چرا؟ جواب همیرا را میشنویم. ما میبینیم که قبلا اگر در تاجیکستان برای آزادی های بیانی، آزادی های فعالیت های سیاسی، آزادی های حقوق بشر، آزادی های دینی، اگر قبلا در فهرست های وارد میشد که کشورهای رو به رشد یا رو به دموکراسی معرفی هستند، حالا برعکس از این فهرست برآمده است و بیشتر به فهرست کشورهای خطرزا و فعالیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاری و حقوق بشر وارد شده است که حکومت تاجیکستان هم البته این را احساس می‌کند و برای همین هم کوشش می‌کند که هرچی بیشتر از فشار کار بگیرد تا شاید فکر می‌کنند که توانند اکثریت را خاموش نگه دارند، که ولی من فکر می‌کنم این چندان امکان پذیر نیست. همیرا بختیار ختم کرده ژورنالیسم بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. فعالیت کاری را از سال 2007 شروع کرده در رسانه‌های چون رادیوی امروز، گروهی رسانه‌های آزادگان و آزیا پلوس فعالیت داشته، با رسانه‌های چون آنادولو آژانسی ترکیه، موج آلمان، کبر آزیا و اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح همکاری کرده است. افتخارنامه پارلمان تاجیکستان را برای انعکاس فعالیت مجلس نمایندگان سال 2011 سرفراز شده است. دارنده جایزه میدیا الیانس برای جسارت روزنامه‌نگاری می باشد. از طرف اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح و اینترنشنال میدیا ساپورت همچون بهترین انعکاسگر انتخابات پرزیدنت سال 2013 دانسته شده است. جایزه بیورو آید به حقوق بشر، موقع فعال جامعه شهروندی در ژورنالیستیک و جایزه سوم انعکاس مسائل افراطگرایی و رادیکالیسم در جامعه را از طرف اینستیتوت جنگ و صلح به دست آورده است. سال 2016 بعد از فشارهای پی در پی مقامات از جمله تلاش ضرر جسمانی رسانیدن و یا آدمربایی در تیر ماه سال 2015 ترک کشور کرده است و حالا در اروپا زندگی می‌کند. سازمان ملل متحد می‌خواهد مسئله زود ناپدید شوی آدمان علل خصوص کودکان در تاجیکستان را بررسی کند. طبق اطلاع رسانه‌ای شده طی روزهای 30 ایون تا 5 ایول سال روان، هیئت از این بانفوذترین سازمان بین المللی برای بررسی موضوع ناپدید شوی گاه به گاه آدمان در تاجیکستان به این کشور سفر می کند. این هیئت قرار است با بستگان اشخاصی که به اجبار زوری و یا با راه‌های دیگر ناپدید شدند گفتگو کند و با اقدامات حکومت تاجیکستان در زمینه مبارزه با این پدیده آشنا شود. نتیجه بررسی‌های این هیئت در اجلاس حقوق بشری سازمان ملل متحد در شهر ژنو ماه سپتامبر سال 2020 اعلام خواهد شد. ناپدید شوی شهروندان تاجیک یکی از ظهورات نامطلوب و نگران کننده در دوران پس از استقلال است. بخش از این مشکلات به زمان جنگ داخلی و مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه برمیگردد. با دست خودی مقامات ربوده شدن شهروندان و به نام و نشان گشتن آنها تجربه نو نیست. دهها شهروندان به خاطر دیگراندیشی
و یا نظری انتقادی به حکومت داشتند توسط مسئولین مقامات ربوده شده زندانی گردیدند و یا به نام نشان شده اند. اینجا در خط علاقه با ما ویس‌الدین آدینایف برادر احسان آدینایف است که میخواهد با مراجعت به سازمان ملل متحد درخواست کند که حین بازبینی از تاجیکستان مسئله ربوده شدن برادرش نیز بررسی شود. اول اینکه بعدی که برادر احسان ناپدید شد بعدی 2-3 روز با ما علاقه معلومات من شخصا داشتم. آن شخصی که قبلا در مهمانخانه تاجیکستان در شهر مسکو کار میکرد به نام احد، خب من معلومات داشتم که اون آدم بیشتر اکستریمیست و تروریست ها یعنی چی میگن سپراوجداد میکرده چون شخصیت را به تاجیکستان و معلومات داشتم که در هم هواپیما در هم سمالیات یعنی که با درباری برادر من همون انسان بود. یعنی که معلومات از خودی هم مقامات یا که خودی امنیت به ما رسانده بودن. بعدی 2 روز همگی 3 روز ربوده شدنش و این چیز سبب شد که احسان آدینایف همچون بلاگ نویس، همچون فعالی سیاسی و همچون یکی از اعضای حرکت‌های سیاسی به نام گروه 24 پیوست و فعالیت سیاسی خود رو پیش می‌برد. و پس از این سوال با کی در کار است، با کی لازم بود و فراموش نکنید که یکی از کانالایی که مثلا به نام امروز میگیم بلاگ نویس یا اینکه بلاگینگ در یوتیوب، شبکه یوتیوب یکی از بزرگترین پورتال‌های یا اینکه کانال‌های سیاسی در دست خودی برادر احسان آدینایف بود با نام پلیتیک تج و آنجا تمامی موضوع داغی روز را با یک شهر با یک مثلا یا اینکه معلومات‌های داغ که در رسانه‌ها چاپ نمی‌شدن یا اینکه مردم اون رو نمی‌تونست دیدن، برادر احسان چیکار میکرد؟ اون رو تبلیغ می‌کرد، نشر میکرد، پخش میکرد، جایش میامد شرح میداد. یعنی این همه کار و فعالیتاش سبب گردید که برادر مثلا دوزن یا اینکه مثلا ناپدید کنند. همچون حقوقشناس تاجیک جمشید یاروف میگوید این مسئله را شخصا پیگیری کرده است و در دستش معلومات‌های وجود دارند که از جنایت آدمربایی خود مقامات تاجیکستان درک می‌دهد. بله، در حقیقت ما یک رویخط ترتیب دادگیم برای پیشنهاد به این گروه کاری سازمان ملل متحد اوید به گمشوی زوراوری یا که غیر اختیاری نام دارد و این حال همگی 9 نفر ما داخل کردیم، ولی که خیلی که ما میدونیم شماره به فکر من از صدها شاید و حتی هم 1000 نفر هم باشد، ولی 9 نفر ما جایگیر کردیم برای که کمی مشکلی هست در اینجا. باید حتما سراغ خویش تباری اون اشخاصی که گم شدن باشد و تا اینکه گروه کاری کمیته با اونها در تماس باشد و در جستجوی نزدیکان آنها با اونها معلومات رو پیشنهاد کرده تواند. کیها رو ما مثال در این گروه داخل کردیم؟ مثال از همه مشهور و همه معلوم این احسان آدینایف میباشد که 19 می 2015 سال گم شده است و مطابق همین روی خط نقشه در اینجا ما نوشتگی هستیم که در کجا نابود شد، ما کی رو گمان بر حساب میکنیم در نابود شدن او و چی عملهای انجام داده شده است برای یافتن آنها. در اینجا مثال بغیر از بعض آدینایف احسان هست نعیم خانوف، نعیم جان آتاخانویچ، قربانبکوف مقصود، جورایف شیرالی، عظیموف اسمان، مقصودوف منوچهر، محمد سعید و قاسم کریموفی که درباره این 2 نفر مختران به نزدیکی در سامانه‌های اجتماعی اخبارات پخش شده بود. در این حالت گروه کاری سازمان ملل متحد همچون یک وسیله می شود که این خشتبارهای اویلهای گم شده را با مقامات داخلدار حکومت تاجیکستان پیوست میکند. اوید این حالت گم شدن آنها معلومات میرساند به مقامات قدرتی تاجیکستان، طلبی
تستر کردن جستجوی آنها را به راه میماند و مطابق همین آیین‌نامه خود در سال 2 مرتبه از تاجیکستان باید پرسد که اشخاصی که در روی خط گروه سازمان ملل متحد هستند اوید گم شده ها چی چرا اندیشیده شدند، چی چرا تاجیکستان می اندیشد اوید جستجو کردن آنها. مربوط به همین مسئله باید گفت که در دست ما معلومات‌های تایید نشده هستند که یک گروه متشکل از جانب شخصان نزدیک به عائله پرزیدنت امامعلی رحمان پشتیبانی می‌بینند و به فروش عضوهای درونی انسان و کودکان نابالغ مشغول هستند. از همین لحاظ کودکانی که حتی از نزد در خانه غیب میزنند دیگر کسی آنها را یافتن نمیتواند. مقامات پلیس هم تا ناامید شدن فرزند گم کردگان مسئله را کشال میدهد و از این غربت خودش را خلاص میکند. وزارت معارف روسیه برای کار در مکتب‌های میانه تاجیکستان آزمون معلمان را اعلان کرد. بنا به معلومات مرکز مطبوعات این وزارت برای معلمان معاش خوب، منزل زیست و سهولت طبی پیشنهاد شده است. همچنین با آنها پول رفت و آمد به تاجیکستان پرداخت خواهد شد. این منبع افزوده است حالا معلمان زبان و ادبیات روس، فیزیک، متماتیک، کیمیا، بیولوژی، تکنولوژی اطلاعاتی و معلمان صنف‌های ابتدایی انتخاب می‌شوند. یکی از شرط‌های اساسی آزمون معلمان این تجربه کاری نه کمتر از 5 سال در مکتب حساب می‌شود. بر اساس توافق حق پرداخت معاش آموزگاران روسیه در تاجیکستان به دوش هر دو کشور واگذار شده است. تاجیکستان حجم میانه معاش آموزگاران را در حجم 14,000 روبل یا 2130 سومانی پرداخت میکند و 60,000 روبل باقی مانده یعنی 9131 سومانی را وزارت معارف روسیه به عهده دارد. حکومت تاجیکستان مسئولیت تامین آموزگاران با منزل زیست را هم به عهده خود گرفته است. برخی آموزگاران تاجیک و جامعه شناسان به پیام گفتند اگر در تاجیکستان با آموزگاران وطنی چنین معاش ماهانه $1200 میدادند، متخصصان تاجیک هیچگاه ترک کسب و کار نمی کردند و به روسیه رفته به ساختمان مشغول نمی شدند و آموزگاران فنهای مختلف به زبان روسی در داخل تاجیکستان هم پیدا می شدند. یک جامعه شناس تاجیک که خود در اداره دولتی کار می کند و نخواست نامش افشا شود به پیام گفت که ضد این تصمیم مقامات تاجیکستان است. از نورالدین سعید باید پرسید که چرا با آموزگاران تاجیک باور ندارد و قدر و قیمت آنها را به صفر آورده رسانیده است و میخواهد آنها را از روسیه پیدا کند و بالاتر از همه به این قدر مبلغ هنگفت کمبغلترین نفر کارمند دولت در کشور معلم است. درباره با این معاش ناچیزش صاحب خانه شده نتوانستن هزارها معلم چیزی نمیگوییم چون این دیگر به همه معلوم است. به این سوال واقعا نورالدین سعید جواب دهد. برنامه فرستادن آموزگاران از روسیه به تاجیکستان ماه فوریه سال 2017 در ملاقات رهبران دو کشور ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمان در دوشنبه قبول شده بود. در پی این تصمیم اوگوست سال گذشته به دوشنبه نخستین گروه 29 نفره آموزگاران از کاستروما، اوفا، داغستان و دیگر منطقه های روسیه به کار آمدند. 26 نفری این گروه آموزگارانی هستند که سال 2017 و بار اول بر اساس برنامه همکاری های گومانیتری روسیه و تاجیکستان به کشور آمده بودند. رشید قادیروف، پروکورور گنرالی پیشین ازبکستان را که ماه فوریه سال 2018 بازداشت شده بود، دادگاه شهر تاشکند با ابنامه فساد و پاره‌خوری به مدت 10 سال محکوم به حبس کرد. رشید قادیروف پس از برکناری از مقام پروکورور گنرالی در وظیفه سودیه سودی کنستیتوسیونی کار میکرد. همچنین ماه ایونی سال جاری اوتابک مرادوف، پروکورور گنرالی ازبکستان از وظیفه‌اش برکنار و دستگیر شد. روز 25 ایون دولت ازبکستان او را از همه عنوان و مکافات‌های دولتی محروم کرد. با این اصلاحات کادری پای در پای شوکت میرزیویف کرسی‌های بلندپایه دولتی را از فسادکاران و مسئولانی به نظام کهنه عادت کرده می‌خواهد پاک سازد و یا کمانده صادق به خودش را گردش جمع کردن است. در جامعه شهروندی این کشور معمای وقت شده است. در شهر اوساکای ژاپن امروز 28 ایون سامیت 20 گانه بزرگ G20 کار خود را آغاز کرد.
این نشست که 2 روز ادامه میکند رهبران یک قطار کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، اسپانیا، هندوستان و مکزیک اشتراک دارند. به 20 گانه بزرگ کشورهای شامل هستند که از جهت صنعت و استحصالات پیش رفتند. باید گفت 20 گانه بزرگ 85% محصولات عمومی جهان، 75% سودای جهانی از جمله سودای داخلی اتحاد اروپا را در بر میگیرد. 20 گانه بزرگ 3/1 اهالی جهان را تشکیل می‌دهد. و 20 گانه بزرگ کشورهای استرالیا، ارژانتین، برزیل، بریتانیای کبیر، آلمان، هندوستان، اندونزیا، ایتالیا، کانادا، چین، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، فرانسه، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، ژاپن و اتحاد اروپا شامل می‌باشند. نیروهای مسلح ازبکستان از روسیه چند عدد ماشین زره‌پوش تیگر خریداری کردند. طور خبرگزاری تاس اطلاع می‌دهد 10 ماشین زره‌پوش نوع تیگر خریداری شده است. ماشین‌ها طبق فرمایش مخصوصی وزارت دفاع ازبکستان ساخته شدند. این ماشین‌ها همچنین با پولمیات PKM مجهز هستند. ارزش یک عدد ماشین تیگر تا به $160,000 می‌رسد. خریداری ازبکستان از ماشین‌های جنگی در حالی است که کشور همسایه تاجیکستان طول 27 سال از یگان لوازمات جنگی خریداری کردنش رسانه‌ای نشده است. همیشه امید تاجیکستان به تکنیک‌های جنگی فرسوده روسیه و کمک‌های ضد تروریسم کشورهای ابرقدرت است. اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید و من با شما خیر خوش میکنم. انتظار پیشنهاد و ملاحظه ها و همکاری های شما هستیم. سلامت و پیروز باشید. خیر تا هفته دیگر.